ساکنان خلیج والنسیا در شرق اسپانیا از وقوع ده‌ها زمین‌لرزه پیاپی از حدود یک ماه پیش تا به حال نگرانند. در روزهای اخیر بر شدت این زمین‌لرزه‌ها اضافه شده. سه‌شنبه و چهارشنبه شب شدت آنها از مرز 4 درجه در مقیاس ریشتر هم گذشت. فعالیت یک مرکز زیردریایی ذخیره‌سازی گاز در 22 کیلومتری سواحل منطقه دلتا دل ابرو و شهر ویناریوس که به پروژه کاستور موسوم است، همه سوءظن‌ها را به خود جلب کرده است. دو پایگاه اتمی نیز تنها در 60 کیلومتری آن قرار گرفتند. با پسر بزرگم در خانه بودیم که زلزله را احساس کردیم. یکدیگر را نگاه کردیم و همزمان گفتیم زلزله است. چراغ اتاق شروع به حرکت کرد، تخت خواب هم همینطور. فقط چند ثانیه طول کشید اما خوب قوی بود. خیلی ترسناک بود. ایزابل بونینگ مشاور دولت منطقه والنسیا میگوید تا زمانی که 100% مطمئن نشده ایم که هیچ گونه خطر زلزله جدیدی متوجه مردم نیست، فعالیت این پروژه از سر گرفته نخواهد شد. به گفته کارشناسان مرکز زلزله نگاری اسپانیا، تنها در 15 روز گذشته بیش از 300 مورد زلزله در این ناحیه به ثبت رسیده است. تغییر کاربری یک چاه قدیمی نفت در دریای مدیترانه و تبدیل آن به یک مخزن گاز مایع در عمق 1700 متری احتمالاً باعث این زمین‌لرزه‌های پیاپی شده است. ماریانو مارزو از دانشگاه بارسلون میگوید تزریق گاز موجب شده که اول یک سری زمین‌لرزه‌های کوچک ایجاد شود و احتمالاً آنها به گسل‌های زلزله‌ای زمین منتقل شده و در نهایت لرزه‌های بزرگتری به وجود آمده است. پروژه کاستور که از ماه ژوئن گذشته آغاز شده است، از پنجشنبه گذشته به حال تعلیق درآمد تا کارشناسان نظر نهایی خود را در مورد منشأ زمین‌لرزه‌ها اعلام کنند.